درود دوستان عزیز، 14 سپتامبر در شهر الماتا در قزاقستان لیگ ACA مسابقه برگزار میکنند و در این مسابقه 4 ورزشکار تاجیکستانی برآمد میکنند. یکی از آنها موحیدین خالوف با رکورد 10 بر 4. حریف او باشد از شهر روسیه، فکر کنم از اسیتیا است، از شهر اسیتیا، چرمن گوبایف با رکورد 7 بر 0، یگان بار باختگی نیست، 7 مبارزه دارد و نمود ورزشیش گشتین میباشد. در گشتین در پارتر خیلی خوب است و همه تقریبا 99% همون محاربه‌اش با طریق پارتر برده است. فقط یک مسابقهش به فیلم که تا آخر انجام نیافته است، به قول روسا دستورش نه. موحیدین خالوف هم باشد نمودی ورزشیش گشتین میباشد، چون که همیشه گشتین میگیرد و در همون 14 مسابقه‌ای که دارد فقط دوتاش بگیم که تا آخر نرسیده است، بگیم دستورش نگفتی روسا. فکر کنم که هر دوش موحیدین خالوف و چرمن گوبایف فقط در پارتر گشتین میگیرند. موحیدین خالوف کم کم همون جنگ راستو را میکنه، جنگ راستو را دوست داره، ولی که گشتین هم خیلی خوبه، در گشتین هم خیلی خوبه. ولی در اینجا همون سایت هایی که از روسیه و از دیگر مملکت ها چرمن گوبایف رو فاوریت میشمارن که وای 7-0 یگان بار باختگی نیست، وای در این مبارزه فاوریت است. ولی ما امیدواریم که موحیدین خالوف دست بالا میشه در این مسابقه روز 14 سپتامبر. دوستان فکر خودتون نویسید در کامنتاری ها، شما چی فکر دارید کی در این محاربه میبرد، کی شانسی زیاد دارد. و به هر حال موحیدین خالوف رو دستگیری میکنیم. امیدواریم که روز 14 سپتامبر نه تنها و دیگر تاجیک ها هم دیگر ورزشکاران تاجیک هم دست بالا میشوند. 4 نفر از تاجیکستان، ورزشکارای بهترین تاجیکستان، یکچین تاجیکستان برآمد خواهند کرد. من فکر کنم روزهای نزدیک یک همه آنها رو به شما پیشکش میکنم پیش از همون محاربه، پیش از 14 سپتامبر. دوستان در کانال من ابونه شوید، اسم کانال نام کانال مشتی تاجیکی. امیدواریم که با هم این کانال رو پیش خواهیم برد. ابونه شوید. خدا یار و یاورتان باد.